الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد وقفنا عند أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معناها ودليلها. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان: فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب می‌فرمایند که ارکان اسلام 5 تا است. شهادت گواهی دادن است که نیست الهی بر حق مگر الله و محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم فرستاده الله است و برپای داشتن نماز است و دادن زکات است و روزه ماه رمضان داشتن است و زیارت خانه بزرگ الله را کردن است. و قال الشارح الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى: لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان. اسلام قائم نمی شود، برپا نمی شود مگر در بالای همین رکنها، یعنی اسلام برقرار بودنش، در پای خود ایستادنش، یعنی بالای همین رکنها نمی شود. اذا فقدت، اگر همینها مبادا نباشند این رکنها، فإن الاسلام لا يستقيم، اسلام قایم نمیشه، اسلام راست نمیشه، اسلام درست نمیشه، اسلام نیست. و بقیت الطاعات مکملات لهذه الارکان، و باقی مانده دیگر نمودی طاعت ها، امر و نهی در طاعت ها داخل میشن که اینها تکمیل کننده این رکن ها می باشند. كل الطاعات وافعال الخير كلها مكملات لهذه الاركان. شیخ بسیار تکرار کردن خود نظم میبینم برای فهمش در ذهن من شما. تمام طاعت ها، تمام کارهای خیر، همه اونها به استثناء اینا تکمیل کننده این رکن ها می باشند. این 5 رکن اگر فرض باشند، هیچ ممکن نیست که من و شما اینا را 100% ادا کنیم. این فرض را یک کمبودی ها میکنیم، یکون خاطر میبرد، اما در روز قیامت وقتی که فرشته ها میگن که پروردگار این در شهادت کمبودی داشت، این در نماز کمبودی داشت، این در زکات و این در روزه، این در حج کمبودی داره، با حدیث میگن که النفلا از چیز زیادیاش گرفته این با دوام دهد مکملش کنه. برای ما مکملات میگوییم. هم خیلی برای ما انسان، یعنی که اون حدیثی که وای جناب پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید، گفت که یا رسول الله در اسلام چه؟ و گفتن که همین است و همین است، همینه که با غیر از این گفت با زیادتیای با اون نفل است. با چه هر یک اینه با فرضش هم فهموندن، پیامبر صلی الله علیه و آله فرضش هم فهموندن، نفلش هم فهموندن. و خیلی چی گفت که قسم به الله گفت همین زیاد هم نمیرم کم هم نمیکنم. گفت و جناب پیامبر صلی الله علیه و آله چی گفتن که کسی که می بهشتی را، جنتی را دیدنی خواهد اگر روی همین نگاه کنه. خسته رفتن حرکت برونده رفتن. اگر همون انسان واقعا همه خیلی که هسته، اینه جناب پیامبر صلی الله علیه و آله از غیب خودشون خبر نمیدن، الله تعالی وحی فرستون که همین معلوم میشه که همون انسان انیق در علم الله سبحانه و تعالی رفت است که یعنی که کمبودی نمیکنن، لیکن همه خیلی نمیشه. و این حدیث دلیل شده است که همین ارکان باعث آن است که شما را جنت می‌دهد ان شاء الله. ولهذا سأل جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم بحضرة الصحابة قال اخبرني عن الاسلام. و همون خاطر است که جبرئیل علیه السلام سوال کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم را در حضور صحابگان، در حضور صحابه ها،
یعنی معلوم میشه در حضور این دلالت آن کسی است که عادتی صحابه ها همین بوده است که دائم در مجلس پیغمبر میشستن که یک امر را فهمیم یک نهی را فهمیم. کدوم است امر و کدوم؟ خصوصا دورانی است که در دوران جاهلیت اکنون انتقال کردن به اسلام احتیاج چیز بسیار است. طوری که ما هم امروز یعنی محتاج بسیار چیز هستیم. دستوری ما چقدر کلفت و چقدر خوارج ادرن اسلام بیرون اسلام چقدر دشمنا برام. بنابراین ما هم امروز باید که صحبت ما را دائم به اهل علم کنیم، دائم به اهل علم. همخیره اکنون که در حضور پیغمبر شستن و با آداب است چهل پرسیدن، خب نشستن در کار پرسیدن کمبودی اصلاح کردن. وقت غنیمت گفته همون با جبریل در حضور صحابه هم در قد کوچه پیامبر صلی الله علیه و نداشت، سوال نداد. چون که او سوالی وی دوسته با خودش صدق بود در قد کوچه گفت قریب که معنی هم ندارد و امتحان نگرفته پیغمبر میدونه یعنی و درس داده است. اومد چی گفت که اخبرنی عن الاسلام، مرا از اسلام خبر ده. یا محمد گفت هم خیلی است. اساساً صحابه ها جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم یا محمد نمیگن. اساساً یا محمد گفتن نامش ذکر کردن این بی‌آدابیه. فقط یا محمد میگفتگی کسان از بادیه بودن، از صحرا می اومدن میگفتن. جبرئیل چنان خودش بیگانه گرفت. یکی از نشانه های این بیگانه های گفته آدما بیگانه احمد میدن که کیه گفته که پاشه به دقت گوش میدن چی میگفته باشد. یک صحرا نشین نشونش چی بود؟ یا محمد بود. یکی از نشانه هاش خودش که مثال این چی میگه اینا میگن یعنی تعمیه میگن. اینا به زبان عربی چی میگن؟ تعمیه اساسا از کلمه کور گرفته، کور کردن دیگر را احوال خود و بیگونه نیست. این اسلوب های یا محمد گفتنش یکی از نشانه های تعمیه کردن، ای اخفاء الناس عن نفسه، مردم از خودت پوشیده میکنی نشناسند گفتن. مفهوم؟ این چی میگن؟ تعمیه نمینویسد. فکرم در لغت شاگردایی کی باشه یعنی نه چی بود؟ یعنی الاخفاء میبیر باید شما. اکنون گوش کنید. خبر ده مرا از اسلام گفت. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله چی گفتن؟ الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اسلام همان است که تو شهادت بدهی که نیست الهی بر حق مگر الله و محمد رسول الله هست فرستاده او و تقیم الصلاه، نماز را بعد پای بداری، و تؤتی الزکات و زکات را ادا کنی، و تصوم رمضان، ماه رمضان روزه بداری، و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا، خانه را زیارت بکنی اگر به او قدرت و توانایی داشته باشی. تخریج این گذشت حدیث مشهور جبریلش میگه کلا. نعم. ففسر الاسلام بانه هذه الاركان الخمسه. اسلام تفسیر کرد به چی؟ به انهمی 5 رکن تفسیرش کرد. اسلام همین است. لكن حديث ابن عمر رضي الله عنه بين أن هذه الخمسة هي مباني الإسلام. ولی در دیگر جا که حدیث ابن عمر عبدالله بن عمر ذکر میکنه و حدیثه، در اون حدیث بیان میکنه که این 5 رکن بینای اسلام است. برای بینای مسلمانی برچند است. بنی الاسلام فقال بنی الاسلام على 5. اسلام را در بالای 5 پایه بنا کرده شده است. اخرجه البخاري و اخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أي أن هذه الخمس ليست هي الإسلام كله لكنها أركانه ومبانيه التي يقوم عليها. يعني إن 5 چیز ليست هي الإسلام كله، اینو کل اسلام نیستن ولی ویها ارکان اسلام و بناهای اسلام هستند که اسلام در بالای ویها قرار دارد. و بقیه المشروعات مکملات و متممات لهذه الارکان. و دیگر قانون ها و چی می باشند؟ تکمیل کننده و پر کننده این رکن ها می باشند. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فدليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اکنون همین 5 ارکان شیخ یکتا هر یکتاش به دلیل ذکر میکنه. طوری که آخر خودش در اولی کتاب چی گفت شیخ؟ بالادله. معرفت الله و معرفت نبیه و معرفت دین الاسلامی بالادله. یعنی نباید که کورکورانه باشن، نباید که مثلا اسلام دونستن به تقلید باشن، خصوصا طالب علم هستیم همین من شما. فدلیل الشهاده دلیل شهادت آن است که الله خود شهادت داد که یگان معبودی بر حق نیست مگر خودش. و الملائکه و شهادتی دادن به توحید و یگانه بودن الله سبحانه و تعالی در تمام انواع توحید، فرشتگان و اولو العلم و صاحبان علم. شما تصور کنید که هر کسانی که در جمله در قطار الله ذکر شوند، این کسها یک رتبه دارند. این دوست دارد، دوست می‌دارد، دوست داشتگی آدم، بد می‌بیند، بد می‌دیدگی آدم، حسد می‌خورد، حسد می‌بردگی آدم. فرشتگان شهادتی الله شریک هستند در شهادت. و اولو العلم و صاحبان علم. صاحبان علم این جنده دلالت کرده شده است فضل و رتبه اهل علم ببینید در برابر شهادتی الله سبحانه، در برابر شهادت فرشتگان. اکنون کسانی که علم ندارند هم تو پک پک میکنن میگردن و یا قدری ندارند و یا حق گپ زدن هم ندارند و یا حق ندارن گون که در فلسطین چی و در افغانستان چی و در تاجیکستان حق گپ زدن ندارن. اونجا که اهل علم شدن و یا حقشون سکوت است. برای همون سکوت کردن و ها برای وای زینت خوبه. ده و حق هم ندارن. وقتی که شما در یک مجلس نشستید که انمی خیلی بی سوادا که و اهل علم حسابیده نمیشد و یاره که گپ نمیدین همه جا رو بیرون میدن، یعنی که باید از اون شما اونجا رو ترک کنید. چون اونجا یعنی که اونجا قدر اهل علم چی شده است پس شده است. قائما بالقسط، بر پای دارنده عدالت است الله سبحانه و تعالی. بر پای گرداننده عدالت است الله سبحانه و تعالی. تفسیر این میگه لا اله الا هو العزیز الحکیم. نیست الهی بر حق مگر خودش. العزیز و پیروزمند است، الحکیم صاحب حکمت است یا که محکم کار است. شما تصور کنید آیت رو نگاه کنید، تأمل کنید. به توحید سر شد، به توحید تمام شد. هم خیلی است شهد الله انه لا اله الا هو گفت، در آخر گفت چی؟ لا اله الا هو. وقال الشارح حفظه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب قوله تعالى شهد أي حكم وقضى وأعلم وبين وألزم. شهد الشيخ خلال تفسير منهم يفرمون كي حكم كان قضاء إنهم حكم كان داوري كان وأعلم إعلام كان خبر داد بيان كان لازم كان. فالشهادة من الله تدور على هذه المعاني الخمسة. شهادتی که از جانب الله سبحانه و تعالی می باشد و به انهمی 5 معنا دار میزنه. معنای حکم والقضاء، الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإلزام لازم گردد. فمعنى شهد أي قضى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حكم کرد و اعلم و داناند و اخبر و خبر داد و الزم عباده بذلك و با این خبر مردم بنده هاش چیکار لازم گردانید انه لا اله الا هو. نیست اله بر حق مگر خودش. لا اله لا نافیه تنفی جمیع ما عبد من دون الله. لا اینجا نافیه بودن انکار میکنه جمیع آن چیزی را که غیر از الله و را عبادت کرده میشه یا که وی ها را عبادت کرده میشه.
الا هو مثبت، اثبات گرداننده، ثابت گرداننده است العبادت لله وحده، عبادت رو برای الله یک. العبادت این چی شده است؟ این مفعول شده برای اسم فاعلی که عملی فعلی کسر. اثبت یثبت، مثبت اسم فاعل است، عملی فعلی کسر است. خب و معنی انه لا اله الا هو، معنای این چیست؟ ای لا معبود بحق الا الله سبحانه و تعالی، معبودی بر حق نیست مگر الله سبحانه. اما من عبد غیر الله فإن عبادته باطله، اما اون کسی که غیر الله را میپرستد، عبادت میکند، البته عبادتی وی دروغه، باطله. لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اون به اون خاطر است که الله او حق است و ما يدعون من دونه و آن چیزهایی که غیر از او میپرستند هو الباطل، و باطل است. عبادت به معنای عبادت است، دعا به معنای عبادت است. یدعون عبادت بکنن غیر از و باطل است. و ان الله هو العلی، الله است همون ذاتی که علی، ای العالی علی جمیع الاشیاء، بالای جمیع اشیاء در همه حالت چی است؟ عالی است، بالا است. الكبير العظیم الذي كل شيء دونه، چنان بزرگ است که همه چیز از او پست و پایانه. و هو اکبر من كل شيء، میشه معناش. کبیر معناش اینه و از همه چیز بزرگ است، از او دیگه اون بزرگی نیست. شهید لنفسه سبحانه و تعالی بالوحدانیه، با یکو یگانگی برای خود شهادت داد الله سبحانه. و هو اصدق القائلین، از همه سخنگوینده ها صادقتر اوست. و شهادته سبحانه و تعالی اصدق الشهادت، شهادت او سبحانه و تعالی از همه، یعنی که شهادت ها را دیده چه است؟ صادقتر است، یعنی شهادت او. یعنی اونجا فرشته ها شهادت داده ایستادند و اولو العلم از شهادت ویا صادقتر، یعنی شهادت اوست و شهادت بعد از آن فرشتگان و صاحبان. لأنها صادرة عن حكيم خبير عليم يعلم كل شيء فهو شهادة صادقة، چون که این شهادت صادر شده ایستاده است از ذاتی که او صاحب حکم است، او خبردار است، او داناست، تمام چیز میداند. این شهادتی صادقه میگوینه. والملائکه شهدوا انه لا اله الا هو، یعنی فرشتگان نیز شهادت دادند که نیست اله بر حق مگر او. و هم عالم خلقهم الله لعبادته، اونها یک عالم هستند، یعنی یک جهانی ملائکه هستند که ایشان را الله سبحانه و تعالی خاص برای عبادتی خیش آفرید. ملائکه کرام عباد مکرمون خلقهم الله لعبادته، فرشتگان گرامی بندگانی هستند که ویا گرامی هستند، الله سبحانه و تعالی ویها را برای عبادت خیش آفرید. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شب و روز الله را به پاکی یاد میکنند. لا یفترون، دم نمیگیرند. لا یفترون، دم نمیگیرند. و ایضا خلقهم الله لتنفيذ اوامره في الكون، همچنین الله سبحانه و تعالی ویها را آفریده است برای اجرا، تنفیذ اجرا کردن، برای اجرای امرهایش در دنیا، در این کون. وکل الیهم تنفیذ ما یأمر به سبحانه و تعالی من امور الكون، الله به اونها را وکیل گردانید، یعنی به اونها سپارید. وکل به اونها سپارید، چرا؟ اجرا کردن تمام اون چیزایی که به همون امر میکند الله سبحانه و تعالی من بیان میکند که از امور دنیا. فكل ملك منهم موکل بعمل، هر ملک از اون ملائک به کار وکیل کرده شده است، در گردن او در عهده او یک کار را سپارده شده است و بیکار نیستند. و شهادتهم شهادت صدق، شهادت اونها شهادت راستین است. لانهم اهل علم و عبادت و معرفت بالله عز وجل، چون که اونها اهل علم، اهل عبادت، اهل معرفت با الله عز وجل. و هم من افضل الخلق على الخلاف، یعنی بر روایت یا که گویم با نه، بر روایت
خلاف بین علما از همه بزرگترین مخلوق ها حساب میشن. یعنی بین علما خلاف است که و یا بهتر هستن یا که پیغمبرها و یا بهتر هستن یا که صالحای از انسان ها، یعنی خلاف، یعنی مهم افضل. هل صالح البشر یعنی که خلاف ذکر میکنه، هل صالح البشر افضل من الملائکه او الملائکه افضل من صالح البشر؟ علی خلاف، یعنی خلاف است آیا از بشر کسی صالح افضل است از فرشتگان یا که فرشتگان افضل باشند از کسانی که شایسته بشر؟ بخلاف، یعنی خلاف. و اولو العلم صنفان، الملائكة والصنف الثاني اولو العلم، یعنی دو صنف صاحبان علم، فرشتگان و صنف دوم اولو العلم من البشر، صاحبان علم از بشر. و اولو العلم لا يشهدون الا بما هو حق بخلاف الجهال. میگوید که صاحبان علم شهادت نمیدهند مگر به آن چیزی که او حق است، یعنی صاحبای علم و یا دائم شهادت حق میدهند، برعکس جاهلا لا اعتبار به شهادتهم. بگذار اگر شاهدا یعنی که جاهلا هزار شهادت یعنی این گوین و گوین میگن اعتبار نیست، اعتبار نمیده. و کل عالم من خلق الله یشهد لله بالوحدانیه، تمام عالم از مخلوقای الله سبحانه و تعالی برای الله سبحانه و تعالی به وحدان یا که به طرفداری الله سبحانه و تعالی و وحدانیت شهادت میدن. و انه لا اله الا هو، مراد از شهادتشون چی هست؟ نیست اله بر حق مگر او. و هذا فيه تشریف لاهل العلم، این اشاره به آن میکند که در این چیه تشریف اهل علم است، شرافت و شأن شرف اهل علم مثلا اشاره کرده است، حيث ان الله قرن شهادتهم مع شهادته سبحانه و شهادته و شهادت ملائکته. اونجا که الله سبحانه و تعالی شهادت اونها را، یعنی شهادت اهل علم نزدیک ذکر کرد با همراهی شهادت خودش او سبحانه و تعالی و شهادت فرشتگانش. اعتبر شهادت اهل العلم من الخلق، الله سبحانه و تعالی شهادت اهل علم را از مردم اعتبار داد و دل على فضلهم و شرفهم، و دلالت به فضل اونها کرد و به شرف اونها کرد و به منزلت و مکانت و منزلت و مرتبه اونها کرد، على اعظم مشهود به و هو التوحید. شهادت اینها به چیز بود؟ شهادت اینها یک چیزی عادی نه، شهادت اینها به بزرگترین آن چیزی که به او باید شهادت داده شود، به بزرگترین آن چیزی که باید به او شهادت داده شود. مشهود به مراد از بزرگترین چیزی که باید که به او شهادت داده شود و همه بزرگ است و توحید است. شهادت اونها یعنی توحید شهادت است. والمراد بأولي العلم اهل العلم الشرعی، مراد از اول علم کیان؟ اهل علم، صاحبان علم شریعت. نو قد کوچه که من قرآن خوندم ترجمه کردم من یعنی زبان عربی بلا هم نه، اهل علم شرعی. تو کدام ساحه تمام کردی با قرآن ترجمه کردی؟ گپ در این جای تو کدام ساحه زبان فکلتی زبان تمام کردی با بخاری ترجمه کردی؟ بسیار خیلی دعواگرار دیدم من از خیلی که قرآنی که از زبان ایرانی به زبان تاجیکی ترجمه کردم، حال ترجمه در خطا اون طرف صد آیت ها رو پرتافته کردن. همون شیعه ها چه خیلی که گفته باشن که امی آیت در یعنی اشاره به علی کرده است، اشاره به فاطمه کرده است، اما مترجم هم خیلی ترجمه کرده است. اخلا انصافا نمیگوید که این عقیده شیعه هاست، این باطن است، اما عقیده ما مذهبی ابو حنیفه بود. اقلا گفت که اما در مذهبی ما اهل سنت و جماعت و به رویه و به مذهبی ابو حنیفه این قول مردود است، این خیلی نباید باشد. گفته اقلا تعلیق نکرده، چون که بعدی ترجمه دنیا حالی در اونجا پول پیسه منتظر است که تمام میشد که با تبر صد با کیسا بربول شد با انا برای الله نه. چون که بسیار کسانی که ترجمه میکنن شرح شناسی رو تمام کردن،
شرق شناسی رو تمام کردن این معنا نداره که تو یا ملا شدی یا که عالم اسلام شدی، نه، تو یک زبان شناس شدی. بله. این یعنی مراد از گفتن من آن ازگی اولوالعلمنده فقط صاحبان علمی شریعت داخل میشن، فیزیک و اناتوم بیولوژی دیگه نه، هرگز اینا داخل نمیشن، در آن زده پیش میکنن شریعت. ما که حق نداره شریعت بیاره نه اواره نشه. نوم شما در این روی خط مبادا، من گفتم که مبادا علم دنیا رو خونده سرش سفید کردگی و تمام عمر گردنش انده گرسیگ بستگی با منم از اون گروه عالما هم گفتم میشه در وقت مثبت که احترامش میدم بالا گذره و خیمر تمام کردیم. در روز قیامت از زمره عالما میخیزم گفته با امیدم نکنه، حتی رجا ممکن نیست برای آن. زیرا برای چی امید ممکن نیست؟ امید در قوتش باید عمل باشد. هر چی را که تو امید داری باید در قوتش عمل باشد. الله سبحانه و تعالی میفرماید من کان یرجو لقاء ربی و من کان یرجو لقاء ربی، کسی لقای پروردگارش امید داشته باشد هم تو در دیوان پشتکی نشینه. فلیعمل عملا صالحا، عملی صالح کنه. عملی صالح فقط اون است که پیروی از پیغمبر میشه، دیگه راه نیست علیه الصلاة والسلام. یک دویم ولا یشرک بعبادت ربه احدا، انا دویم رکنش این است که خالص برای الله میکنی. اگر خالص برای الله نکردی مشرک میشوی، نعوذ بالله، عمل از شرک است. اگر پیروی از پیغمبر نکردی مبتدع میشی، کارت بدعت است. در هر دو حالت عملت قبول نیست، زیرا دو شرط عبادت همین است. پیروی از پیغمبر علیه الصلاة والسلام با اخلاص میکنی. چقدر صوفی ها اصلا خودشون زده در راه الله، آبای دیدهش قریب صاف شد دیگه اگریه را، لیکن کاراش میبینی طبق نشانداد پیغمبر نیست، نه، بدعت است. اخلاص کسا به طور خودشون. چقدر کسانی هستن که مثلا ما از پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و آله میگیم، واقعا سنت ها رو میبینیم، رعایه سنت هست در اونها، ولی اخلاص ندارن برای الله سبحانه و تعالی. اینم مردود است. نعم. لکه ما یقوله بعض الناس، نه این خیلی بعضی مردم میگویند که ان اهل العلم المراد بهم اهل الصناعه والزراعه، مراد از اهل علمی که در قرآن اومده و اهل صناعت، صاحبای زواد و فابریکه، دهقان ها، اهل زراعت، اگرونوم ها. فهؤلاء لا يقال لهم اهل العلم، اینا را اهل علم گفتن نمیشه على وجه الاطلاق، به طریق اطلاق. یعنی اهل علم که گفتیم، وقتی که ما عالم اسلام اهل علم میگیم، هر همین مکتبه رو میبینید چقدر علم تفسیر و علم حدیث و دیگه علم میبینه، همه اینا یعنی که علم شرعی داخل میشه. وقتی که اهل علم گفتیم مطلق گفتیم، یعنی مراد اهل علم یعنی عالم اسلام، تفسیر میداند، حدیث میداند، این میداند، هر علمی که به شریعت سر و کار داره، به قرآن و حدیث سر و کار داره. اما اینا را اهل علم گفتن ممکن است، اینا را اطلاق کردن، اینا را مقید کردن در کورس. عالمی فیزیک، عالمی مثلا هندسه، عالمی مثال گیریم این وای، فهمیدید؟ انا بخیر. فهؤلاء لا يقال لهم اهل العلم على وجه الاطلاق لان علمهم محدود مقید، چون که علم اینها محدود است، اگرانی چنی است، قید کردن سه در دوامش عالم فیزیک، عالمی فیزیکه، تمام. بل يقال عالم بالحساب، عالمی حساب است، عالم بالهندسه، عالمی هندسه است، عالم بالطب، عالمی طب است. ولا يقال لهم اهل العلم مطلقا، مطلق و اهل علم گفتن نمیشه، البته باید مقید شود، لان هذا لا يطلق الا على اهل العلم الشرعي، چون که اهل علم گفته این فقط به اهل علم شریعت استفاده و معنی داد کرده میشه. و ایضا اکثر هؤلاء اهل علم دنیوی، با برزم این میگود نیست، اکثر اینها رو میبینه اهل علم دنیوی دارن، از شریعت پرسید نمیدونن
در گرد یک رستنی ساعت هاش گم میزنه، از رویدنش، از کاریدن و برومدن و برگ انداختن تا میوهش خوردن، اما که گپ تو میزنه لب و دهنش کف میریزد. اما از الله پرسیدش یگون کودک اسلام، کودک مسلمان جواب میدادگی سوالا را به همون ریش پشت یا که خیلی جمعه به همون یعنی سری سفید کردگیش نمیدونه این الله یا که مثال و فیه ملاحظه با برزم این در دوناشو چنان میگو ملحد فرعون زاده های میگو که یزیدهم علمهم غالبا، علمشان غالبا میبه همه قدر زیاد شده جهلا بالله، در برابر علمشون زیاد شده نه الله بیخبر و غرورا مغرورشون به الله بسود و الحادا هم ملحد آن کسی میگه که برای من لحد چیست؟ ملحد از کلمه لحد گرفتن. وقتی که قبر شما چهار برچه میکاوید با در درون همون یا طرف راستشنده یا در طرف چپش میل کرده یک چقوری دیگه میکاوید و مرده میمونه. هم خلاص و انوی لحد میگوید. اول ایوان بعد لحد میگوید. انا همون آدمی که ملحد از راه بیره زد، یا طرف راست برفت کمونیست شد یا طرف چپ رفت دموکرات شد و کپش بود کرد مرد. ملحد یعنی مهم از جاده اسلام برومد. اسلام یک طرح راست هم روی ملحد میشه بی چپ هم روی ملحد میشه، هم راست میبروی علاجش باشن نگه نکن چپ راست که یکی دعوت هم نکنه. کما تشاهدون الان فی الامم الكافره، چه خیلی که در امتهای کافره میبینه که ما این درباره امتهای کافر گفتیم که ان شاء الله مردم خدا هزار یعنی معلم و هزار فیزیک هم باشه با میبینه تا بیچاره مسجد رو به مسلمان با کوشش دارن با کم کم آموزش یعنی که گمان نمیکنیم در حق مؤمنان مسلمانای خود ما ان شاء الله. اینهم متقدمون فی الصناعات، کافرها رو میبینه میگه در صناعت پیشرفتن، در علمی رکت برآوردن بلا و در زراعت و همه چیز، لکنهم کفار ولی و کافرن. فكيف يقال انهم اهل العلم الذين ذكرهم الله في قوله واولي العلم؟ بس خیلی میشه که بدرسی و یا اهل علمی هستند که الله و یارا در قول خیش اولو العلم گفته ذکر کرد. هذا غیر معقول ابدا، این در عقل هرگز طور نمیگیره. و كذلك قوله انما يخشى الله من عباده العلماء، همچنین قول الله را بینید میفرماید که همانا از الله خوف میبردگی از میان بندگانش علما هستند، عالم ها هستند. المراد علماء الشرع الذين يعرفون الله حق معرفته، مراد یعنی علمای شریعتی می باشند که الله را یعنی طوری که لازم است او را شناختن به همون طرز می شناسند و یعبدونه حق عبادته، طوری که وی را عبادت کرده باید شود همین خیلی عبادت میکنند و یخشونه و وی را از وی خوف میبرند طوری که حقی چی خوف و ترس بردن است. اما هؤلاء فاغلبهم لا یخشون الله عز وجل، اما اینها باشن اغلبشون بیشترشون میبیند که از الله نمیترسند. بل یکفرون بالله و یجحدونه، بلکه به الله کافر میشن و او را انکار میکنن و یدعون ان العالم لیس له رب، بعضش دعوا میکنن که این دنیا پروردگار نداره و انما الطبیعه هی التي توجد، این دنیا را همین طبیعت پیدا کنه و تتصرف فيه، همین طبیعت در اینجا تصرف میکنه که درختش میروید، درختش خوش میشود، درختش میروید، هم اینو کارهای طبیعت هم میکنه. کما هو عند الشیوعیین، طوری که این در نزد کمونیستای بدبخت روسیا بودن. انهم ينكرون الرب سبحانه وتعالى مع ان عندهم علما دنیویا، اینها پروردگار سبحانه را یعنی که منکر میشدند با وجود اینکه ویها علم دنیوی داشتند. کیف نقول ان هؤلاء هم اهل العلم؟ چه خیلی گفته میشد که ویا اهل علم هم گفتند. چه خیلی تو مارکس میگویی که ویا اهل علم یا که لینین یا که دیگه سگ و سگزاده ها را، اینا رو ممکن نیست. این تحقیری همون دامولایت که مثلا گریم پدرت با مادرت مثلا نکاح کرده بیناشت تا تحقیر کرد. مارکس مثلا گریم حلال نکرد که مادرت برای
پدره یا که به قاعده های لینین مثلا زن بری تو حلال نشده است خلاص به همون علم شریعت و فیزیک حلال نشد که به بیولوژی به آناتومی به دیگه علمای دنیوی حلال نشد چه خیلی میشه که تو یعنی اهل علمی اهل یعنی اسلام مثلا تحقیر میکنی برابر میکنی و به اون دیگه رو نه هذا غلط این غلط است فالعلم لا يطلق الا على اهله علم را یعنی استفاده بردن نمیشن مگر به اهل علم وهو لقب شريف لا يطلق على الملاحدة والكفار ويقال هؤلاء أهل العلم این چنان لقبی بزرگ است که وی را این تخلص بزرگ است که وی مثلا استفاده برده نمیشن بالای ملحد ها و کافر ها و گفته شد براش اینا اهل علم فالملائكة وأولو العلم شهدوا لله بالوحدانية پس فرشتگان و صاحبان علم و وحدانیت الله سبحانه وتعالى شهادتی دادن اذن لا عبرة بقول غيرهم من الملاحدة والمشركين والصائبين الذين يكفرون بالله عز وجل این هنگام اکنون معلوم شد که عبرت اعتبار نیست اهمیت نیست به سخنی غیر از اینها از دیگر کسانی ملحد و مشرک ها و صابئین این دین کم و اون دین با زردشتی و خرگوشتی های قبول کردن این نوا الذين يكفرون بالله عز وجل کسانی که به الله عز وجل چند کافرن هؤلاء لا عبرت بهم اونا یگون عبرت و اعتبار اهمیت نیست به اونها نه به سخنشون نه به خودشون نه به گپشون لأنه مخالف لشهادة الله وشهادة ملائكته وشهادة أولي العلم من خلقه چونکه سخن اینها مخالف شهادت الله است مخالف شهادت فرشتگان و شهادت صاحبان علم است از مردمش از مخلوقاش و قوله قائما بالقسط برپا کننده عدالت منصوب على الحال من شهیده این نصب آمده است برای خاطر حال بودن حال از شهیدن گذشته مشکل نکیره آمده است یکی از شرطاش نکیره آمدن بود دویم شرطش چی بود بعدی تمام شدنی کلام شهید الله فعل فاعل اومد جمله تمام شد قائما حال شد انا بعد صاحب حال شرطش چی بود معرفه باید باشه کوی که بین معرفه هستن شهید الله چی خیلی میشه الله رو معرفه نمید با کی والملائکه بود ها تمام ويرسم صاحب ولا الملائکه الوم انا خیلی سیم و اولو العلم اولو مضاف شو به العلم صاحب همش معرفه هم شرط است حالة كونه قائما سبحانه وتعالى در حال بودنش قائم کننده در حال یعنی قائم گرداننده چرا قائم میگردن العدل بالقسط عدالت رو القسط و العدل ای ان الله او شرحش میگه ان الله سبحانه و تعالی قائم بالعدل فی کل شیء الله سبحانه و تعالی برپا کننده عدالت است در تمام چیز هر چی گفته باشد هر چی کرده باشد هر چی میگوید در اساس عدالت میگوید والعدل ضد الجور عدالت میگوید این ضد جور و ستم است و هو سبحانه حکم عدل لا يصدر عنه الا العدل في كل شيء الله سبحانه و تعالی داور است عادل است از او یعنی جز عدل در هر یک چیز دیگر چیز صادر نمیشه لا اله الا هو تاكيد للجمله الاولى این در آخر با آمد کنم نیست الهی بر حق مگر او تاکید است برای جمله یکم العزیز الحکیم پیروزمند و حکم کننده است اسمان لله عز وجل هر دو اینها یعنی اسم الله نام های الله عز وجل میشه یتضمنان صفتین من صفاته در برگیرنده صفت از صفات های او سبحانه میشه و هما یکی از اون دو صفت عزت است پیروزمند پیروزی و الحکمت و حکمت
وقال الشيخ صاحب المتن ومعناها أكون معنوي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله نيس معبودي بار حقه يعني يكون معبودي بار حق نيس مگر الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله لا إله إنكار کننده جميع آن چیزی که غیر از الله و عبادت کرده می شود إلا الله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له ثابت گرداننده عبادت است برای او سبحانه و تعالی یک و یگانه است شریک ندارد فی عبادته در عبادتش كما انه ليس له شريك في ملكه طوری که او در ملکش چی ندارد شریک ندارد یعنی طوری که او در توحید ربوبیت شریک ندارد همچنین در توحید الوهیت هم شریک ندارد نباید که او را در توحید یعنی که چه الوهیت شریک آورده شود نباید چون که توحید ربوبیت این کار الله است ربوبیت کارای وی که میبینیم همون کاراش خودش تنها کرده باید ما بنده ها دانیم که چطوری که فطرتاً میدانیم تا بیرون شدن فطرت به این کمونیستی و دیگر رویه ها همچنین ما باید که در توحید الوهیت در برابری و یگان کسی و یگان چیز شریک قرار ندهیم یعنی که کارایی که از ما صادر میشه به فرمان الله سبحانه و تعالی به طریق رسول صلی الله علیه و سلم باید که ویران ما توحید رعایت کنیم برای تنها برای صرف کرده شد وقال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى قوله ومعناها لا معبود بحق إلا الله معناه إنجاز أي معنى لا إله إلا الله معناه لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل الباطل إن معناه لا إله إلا الله همين لا معبود بحق إلا الله نه چنان است که میگویند اهل باطل لا خالق ولا رازق الا الله نیست خالق نیست رازق مگر الله این توحید ربوبیت است اگر معنای لا اله الا الله این خیلی بود اگر حالی بین مشرکا پرابلم نبود وقتی که خیلی که میفرماد که اذا قیل لهم لا اله الا الله لا اله الا الله میگفتن که یستکبرون کبر میکردن قبول نمیکردن اما میگفتن شو که کی آسمان و زمین آفرید میگفتن الله میگفتن معلوم است که و یوم معنای توحید لا اله الا الله لازم بدن سبحان الله همین مشرکای دور پیغمبر صلی الله علیه و آله امروز مسلمانای ما بسیارش نمیدونن میگوی لا اله الا الله میگه نیست خالق نیست آفرینده نیست لأن هذا توحيد الربوبية إن توحيد الربوبية است يقر به المشركون إن اعتراف بكرنا المشركون وهم لا يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لم يقفتن الله تعالى فرمود إنهم كانوا إذا قيل لهم ودرسي وهاتشون برايشون ميقفتن قولوا قيل لهم برايشون ميقفتن لا إله إلا الله يستكبرون كبر ميكرن ويقولون ميقفتن أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ميقفتن آيا ما اکنون ترک میکنیم معبودان خویش را به خاطر یک شاعری که در او جن آمیخته شده است ای آلهتنا ای معبوداتنا یعنی معبودات خود را ما ترک میکنیم لشاعر مجنون یعنون الرسول صلی الله علیه و یا رسول صلی الله علیه و را در نظر می‌داشتند یعنون در نظر داشتند وصفوه بالشعر او را وصف شاعرش وصف کردند والجنون و به دیوانگی او را وصف کردند لانه قال لهم چون که او برایشان چی گفت قولوا لا اله الا الله بگویید لا اله الا الله و نهاهم عن عبادة الاصنام از بت پرستی و یارا معن کرد ولما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا چون برایشان گفت که بگویید لا اله الا الله قالوا گفتن اجعل الالهه الها واحده آیا وی همه معبودان را یک معبود قرار میدهد این هذا لشیء عجاب بدرسی این یک چیزی عجیب است یحسبون الالهه متعدده و یا معبودان را چی قرار میدادن گوناگون قرار میدادن و در نظر وی هم معبود باید که بسیار عدد باشد فدل على ان معناها لا معبود بحق الا الله از این برمی آید که معنای این کلمه توحید چی خیل بوده است لا معبود بحق الا الله بوده است ولو كان معناها لا خالق ولا رازق الا الله اگر معنای خیل میشد فان هذا يقرون به این را اعتراف میکرده بودند
اقرار بدن بگیم. ولا یمارون فیه، درباره مجادله نمیکردن، بحث لا یماری مبارک و معنی یعنی که لا یجادلون، جدال نمیکردن. فلو كان هذا معناها ممتنعوا من قول لا اله الا الله، اگر معنا همین خیلی بود خودداری نمیکردن از گفتن لا اله الا الله، لانهم يقولون اذا سئلوا من خلق السماوات والارض، چون که ایشان میگفتند، چون برایشان سوال میدادن کی آفرید آسمان ها و زمین را، یقولون الله، میگفتن الله. اذا سئلوا من الذي يخلق من الذي يرزق من الذي يحيي ويميت ويدبر الامر، چون برایشان سوال میکردن میگفتن که کی ذاتی که میآفرد، کی ذاتی که روزی میدهد، کی ذاتی که زنده میگرداند و میمیراند، کیست یعنی که این کارا را چارش میبیند. يقولون الله، در جواب میگفتن الله. هم يعترفون بهذا، بين اعتراف میکنن به توحید ربوبیت. فلو كان هذا معنى لا اله الا الله لاقروا بهذا، اگر معنای لا اله الا الله میبود این گفتشان، البته یعنی که چه اعتراف میکردن به این لا اله الا الله، لكن معناها لا معبود بحق الا الله، ولی چنین نیست، ولی معنای لا اله الا الله چه خلاص نیست معبودی بر حق مگر الله. لو قلت لا معبود الا الله هذا غلط كبير، اگر تو بگویی نیست معبود مگر الله، گویی اینم غلط است، غلطی بزرگ است. چرا؟ لان المعبودات كلهم تكون هي الله تعالى، الله تعالى الله عن هذا، این جمله اعتراضیه. اگر تو گویی که لا معبود الا الله، وی معناش خیلی میشد، معنا میشد که معبودات همین ویها الله هستن، همین معبوداتی که مثال گیریم خواه و یعنی یپانسا عبادت کنند، خواه مثلا گیریم هندوها عبادت کنند، خواه ما عبادت کنیم، خواه کسی دیگه، همش یک جای شده، نومی همش چه الله میشه. لا معبود الا الله گویی همین میشه، یکم معبود نیست الا هوای الله است میشه، این معناش. فهمیدید؟ تعالی الله عن هذا، الله پاک است، نباید خیلی باشه. لكن اذا قيدته وقلت بحق، ولی تو اگر قید کنی در دوامیه و بگویی که بحق لا معبود بحق گفته، انتفت المعبودات كلها الا الله سبحانه وتعالى. بعد چی میشه؟ به سبب بحق گفتنی تو تمام معبوداتی که و یپان ها دیگه غیر از الله میپرستن معبودات، هم میویا انکار میشن و معنی میشن میافتن، الله میماند. هم خیلی چرا؟ چون معبودی حق ما کفسودیم. و چی خیلی گاو معبود میگوی که وقتی که گاو معبود میگه خیلی گفته آزاد تو تحقیق گاو گفتی شما معبود باشد، یعنی خدای شما باشد، که نظارتش میدیم. میروید میشه حاجت به خوردن و به نوشیدن و بود در کجا که توغری گیرد قضای حاجت میکنی، این چه معبود است که در رم میسود حجاش نمیجون. ماشینای شما اومده میدن در پشت میسن که تا خداشون نخیزن میگون و یک وقت سفر میکنن طرفای هندوستان، بعد میبینن که یک زحمه شده است، پروبکه شده را و یک از این طرف از سیوز رفتگی بوده گویا که به قول خودشون این چیگه پا پیجگون را راست کرده یا که یکون صدمه شده است، گفته با پیاده میره ببینه که یک گاو خوب یا چی بیزنه که خدای ما خوب گفته بی آداب میشه خیزونه را تنگ یا لقد گاو میزند خداش میخیزد با همش میگذرن برا. انا بعد چیکاره که اون آقا خان و اسماعیلای بدبختای شیعی بدترم اسماعیلای پامیر راهبراشون که آقا خان یک آقا خانه چه نومش آقا خان یک بدبختی دیگه، وقتی که طرفای کدوم امریکا اونجا برآمد میکنن تبریک شیخ ما ذکر کردن، بعد سوال میتونم مسلمان میگن که آخه تو شما میگو همه آدمی به نام بلند راهبر هستید، خب و قومت شما رو عبادت میکنند و خدا میگو شما رو کو. و میگو که مگر من در هندوستان گاو را میپرستم، مگر من از گاو بهتر نیستم؟ گاو میپرستم، یک گاوی که مثلا گاو حیوان، تو از همون گاو بدتر هستی. و همون گاو داند که وی میپرستن وی بیزار میشه به شاخش زدم و عابداش پیش میکنم نمیدونه بخیر. انا مو گاو در روز قیامت میگه که من همینا من میپرسیدم ولی من بیزارم میپرسیدم گاو میگریزه. تو از اون گاو بدتری خود چیکار کنی؟ تو را الله عقل داده فراست داده که تو نفهمی منحت بودی.
بله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. دیگه آقاخانه بست میشه. تقطعت بهم علاقه کنده، هر یک با پرابلم خود فکر میکنه. چون میبینید که آقاخانه نماز لرزی شده، نه اینجا آقاخان پرستان. تقطعت بهم الأسباب، علاقه کنده میشه. بله. لابد أن تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. باید که تو بگویی که لا معبود بحق حق یا که لا معبود بحق مگر الله إلا الله. ثم بين ذلك على لفظ الكلمة، ثم بين ذلك على لفظ الكلمة لا إله. بعد از آن بیان کن آن را به لفظ کلمه اکنون شرح میکرد. لا اله نفی للعبودیت عما سوى الله، یعنی که لا اله این نفی شده است برای چی؟ انکار کردن عبودیت را از غیر الله سبحانه و تعالی. الا الله هذا اثبات للعبودیت لله وحده لا شریک له. این اثبات شده است. اثبات چی؟ اثبات عبودیت شده است برای الله یکتا که شریک ندارد. فلا اله الا الله تشتمل على نفی و اثبات. همین لا اله الا الله شامل چی بوده است؟ در برگیرنده نفی و اثبات. ولا بد في التوحید من النفی والاثبات. البته باید که در درون توحید هم نفی هم اثبات شدنش در کار است. لا يكفي الاثبات وحده، اثبات تنها کفایت نمیکنه. ولا يكفي النفی وحده، نفی تنها هم یعنی که مثلا کفایت نمیکنه. لا بد من النفی والاثبات كما قال تعالی، چخلی که الله تعالی فرموده است باید که مثلا هم نفی هم اثبات باشه. میفرماد که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، کسی که به طاغوت کفر ورزد و ایمانی به الله را، و عبد الله ولا تشركوا به شيئا، الله را عبادت کنه و به او یگان چیز یگان کسی شریک قرار ندید. فلو قلت الله اله، اگر تو گویی که الله اله نیست باید ورگل بیاد. هذا لا يكفي، این کفایت نمیکنه. الله تو اله، چون که لات اله میگن و عزار اله میگن و منات اله میگن. کل الاصنام تسمى اله، همه معبودان همه بت‌ها را یعنی که چی معبودان میگن. فلا بد ان تقول لا اله الا الله، باید که تو بگویی که لا اله الا الله. فلا بد من الجمع بین النفی والاثبات، باید که جمع یک جای ذکر کرده شد میان نفی و اثبات را حتی یتحقق التوحید، حتی اینکه چی شود روشن گردد توحید، یا که مثلا عملی گردد توحید، واقعی شود توحید، و ینتفی الشرک و شرک برداشته شود، از بین برداشته شود. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا.